سلام، من دیوانم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم حالتون خوب باشه. گیم یا اول پس گیم امروزمون هست فیرس تو فدوم. برای کسایی که نمیدونن، فیرس تو فدوم یه مثلا بازی سازیه که مثلا از روی واقعیت اینجوری که میگن درست میکنن و مثلا من یه ایمیلی مثلا بهشون میدم، اگر پسندیدن ازش گیم میسازم و زیاد صحبت نمی کنیم. بریم سراغ ویدیو. بری get away. آقا تیپس پوفک و اینا رو همه ارزم کنید. اشکال. یا الله یا علی سپیس. آقا سلام. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و اینکه لایک I said بریم کافی است. لا 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 لا. یا الله خلاص. اینجا سلام علیکم. ممنون. آها I need the water. بنازم. اینم از این و اینم از این. البته فکر کنم بر اوکی. بزن خب what the fuck. اوکی. خب علی بخور دیگه. اوکی. من نمیدونم داستان این اپیزودشون چیه و اینچه باید خیلی ترسناک بشه، چون میدونم میگم فیرس تو فدوم باز down with it. چی؟ فکر کنم اینجا. الله دشوری دی. آقا یا الله. نترسید دیگه. من از همین الان میگم خب لا 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 لا. به صدای پا میاد. اشغال. بله بیا در رو واکن. نترسید بچه. همین الان میگم. خب من قیافت رو بیشرف. I'm so scary. Didn't know you very. میگه خیلی، یعنی سشتم دیگه، ریدم. نمیدونستم این جای. من گفتم ریدم، اینم گفتش It's okay. How are you? It's okay. I like to clean late because it's very quiet at this. میگه اینجا رو یا الله، اینجا رو این وقت دوست دارم مثلا تمیز کنم. دیر وقت دوست دارم تمیز کنم، چون خیلی تو این ساعت ساکت اینجا. You're working late again, huh? Yeah, well. هیچی نگم. به تو چه؟ مردی که تریاک. You young put in the shore. به تو چه رفتی داره اصلا؟ Thanks بابا. گوشی زمین میخوره. لالای لای. بودو. یا الله. Hello. Go for. Who's this? Hey Harp, it's Mike. Hey Harp. Mike. Yani Mike'm. I've been trying to call your cell for the last 2 hours. It just keeps going to voicemail. Is everything alright? میگه میخواستم فکر کنم میگه میخواستم زنگ بزنم به همه چی اوکیه. یه my phone. Oh snap, I was starting to think maybe you were ignoring me. Yeah. Okay. I'm just kidding. میگه فقط شوخ میکنم. بابا چرا Anyway, what are you still doing at work? دمت گرم. خدا نگرم الان چیکار کنم الان؟ خب چیکار کنم آقا؟ به من یه کاری بگو.
همینجوری بچه ها من رفتم فهمیدم بوکت کابین یعنی رزرو کردن یه چیزی، یعنی رزرو کردن یه کابین، یه جا. یعنی من با تلفن باید زنگ بزنم الان. بله من گیتون بله خاک دوست یا خوبه. بله خیلی عالی. یه کابین گذاشتم. اوه بود بری اسم بازی من. بریم یا الله آقا. 350,000 دلار. 350,000 نبود. کدومو بخریم؟ این اوکی. نه اوه 99 دلار داداش برای یه کابین خیلی عادی نیستا برادر. what the fuck پرینت هم گرفتیم یا بس. میگه آماده باش که مثلا یه بیسیک رانی مثلا که برای استوری من مثلا داستان من پیش اومده رو بفهم. میگه ببخشید اگه مثلا حالت بد شد. یا ابوالفضل گوی داری خود. دقیقا توی مثلا شهر من. ببین مثلا میگه آماده باش و فلان بهمان که برای من اون چیزی که پیش اومده و این سرت و پرتون. 2 days later 2 روز بعدش. 2 روز بعد چه کار میکنیم؟ یا اول یا الله داشت قیافه داشت داداش. برو عقب. اوه چیه این داداش؟ قد کن بره بابا. ببینیم چی نوشته. مایکل I'm off work now. Okay I'm heading that way. میگه من تو راهم. اوکی مایکل میخواد بیاد دنبالمون انگار. با فاکینگ یارو شبیه وضعش خراب بود این یارو نیاد. الان من چیکار کنم؟ کجا برم من؟ مایکل خیر. کجای ماشاءالله مایکل. نه خبر مایکل؟ یا الله آقا این نزنه بکشه ما رو. هارم بغل. یاخس That's still how you hug people. Okay. Why don't you hug me like میشه کنم. میگه مثلا چرا خوشحال نشدی از من از دیدنم فراموشم کردی؟ بیا. بغل میگه چرا منو You look good. میگه چرا منو مثلا زیاد بغل نکردی از من بدت میاد. So do you Mike you can just throw your خب اوکی بریم سیختر کنیم بریم تو بده من بذار بی چیز دیگه بگو دیگه 3 ساعت. Alright then Harp are you ready to hit the road? Let's بزن بریم. یه آماده بریم. 4:26 دقیقه PM شب میشه فکر میکنم. آره شب. نه بعد از ظهر دیگه شب کنه. Starting to snow. توی برف استارت کردیم. عذب یعنی سکار اونور نگاه کن. Harp isn't it مثلا میگه برای شغل جدیدت خوشت میاد فلان بهمان. بابا همه به شغل من ببینم. I never میگه من هیچ وقت understood نفهمیدم. میگه من هیچ وقت نفهمیدم چی کار میکنی کی چی کار میکنی. I'm not sure. ریک ویلسون یا الله فکر کنم این ریک ویلسونه چیزه حاجی. ریک ویلسونه صاحب اون خونه که داریم میریم. هارپ تویو اور میس. بابا تو دیگه زنبت یا بلفت چیزی دیدی. چیزی بود بچه چیزی دیدیم به خدا. من یه چیزی دیدیم. دیدی سیوات گرومساخ ندید که منم ندیدم به خدا. یه نفر بوده من هیچی ندیدم. خودش هم گفت الان دید توی دیدت. همین دارن هماهنگ میکنن دیگه با ریک ویلسون صاحب. واو چیزی بود. سنپ تپسی. میدونیم. بابا ولم کن دیگه از این چرتی پرتا میگه. بابا یا به شغل من گیر دادن یا
Paris. اوکی یه ذره من زیر زدم مثلا. بابا نگاه نکن دیگه آخه بابا شغل من. It's kind of beautiful. یه قشنگ و قشنگه. خب بریم ببینیم. 5 و 14 دقیقه پی ام، یعنی مثلا 1 ساعت و 10 دقیقه بعد. یا اول از کجا هم خونه گرفتیم؟ check that out. بیرون رو نگاه چک کن. یه دونه پیتزا فروشی داریم، میریم پیتزا بخوریم. به نازم get out. آها یالله من میگم پیتزا. دای نمیدونم داستان بازی چیه، فکر کنم سپوندن. یالله come on in Herb. بیاد یالله بیاد تو. بیاد آها یالله. evening folks. Looks like the... Okay, siktir. You fine. بابا باشه. یه دونه چیز بزن عشق کن. اوکی. یا الله نگرسن با این عقبیه یه زوری داره میخوره به امام رضا. رندوم ترین جای جهان خونه کردیم، میفهمی؟ چیزای مهم میخونم بچه. 3 تا پیتزا گذاشته. یا الله یا الله. اوه دم this pizza slaps. باش منظورش اینه خوشمزه است. بابا بذار کف کن یه اصلا. یا ابل پس hey there my friends. هیچی نگو. I was pull it in driving that nice old truck. خب چیکار کنم؟ میگه من اینجا تو این جای قشنگ و اینا داشتم درایو میکردم بندازم ستلاشقا. بیا اینو نگاه به من. اینو نگاه. Holy that was good. میگه خیلی خوب بود. Alright then are you ready to hit the... باش بزنیم تو داد. میگه آماده ای بزنیم تو جاده. 5 و 49 دقیقه پی ام، یعنی یه چند دقیقه بعد. لا 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 لا. What the fuck. نپیچی جلومون سلطان. تاکسی بنازم آقا. یالله بابا تو این مگه نیست؟ خاک عالم تو سرت. سلواکم. وایسا ببینم چند اصلا رمزو داده. 5176. 51 یعنی قشنگ رو به مرگ داریم وام کنیم دیگه درو. ای 6. یا الله بنازم. سپیس برادر. یا الله آقا بفرما تو. نمیای من در میبندم آقا برادر. ببن What a great place. میگه چه جای خوبی، مکان خوبی. چیز we could. خب right but I really need to hit the zone. میگه واقعا من نیاز دارم بزنم زانو چون نیومده یا چی. بینازم وسایل. به وای حاجی کجا رفت؟ اینا رو من میذارم یخچال. آها آره کنم یه پراجکتم جلوتر میافتیم. بنازم اینم میذاریم. سلام علیکم. when sorry about the... اوکی بابا long drive and آها میگه خلاصی که راه طولانی بود و ببخشید. anyway this place looks crazy nice. میگه در کل این مکان به طور دیوانه خوبه. nice. it's got that for برای مطمئن شدن. کدومو هم فکر کنم بریم. من کجا برم؟ من بدبخت بریم بالا. I had to pee. اهم یا الله. منم بس صدا در اومد حاجی. صدای
در اومد کجا؟ یا الله بسم الله نه لا 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 آها های وی چکین میگه گفتیم سلام چک یعنی تو یعنی مثلا نترسید فکرم تو سلام you feeling better after the she's so ready to check out the place after me after you البته یا الله بیا یه بیرون الان چک کنیم یا الله رد چیه it's getting really cold خیلی سرد داره میشه this guy really must like fishing میگه این یارو خیلی خوشش میومد از ماهیگیری خوشش یا الله درو چرا بس سلطان بریم اوکی امضام بر ای امضا میشه رفت اوه دریاچه است اوه سومو هم داره خیلی خونه کاملیه ولی من نمیدونم چرا اینو $99 داده فقط میتونست اینو $200 بده خیلی عجیبه واقعا همینش خیلی عجیبه خب چیکار کنیم برادر آها بشینیم آها اینجا رو نگاه مادر تو آجی یعنی من اوکی oh hey you're here you scared us میدونی us همه رو ترسون oops I didn't mean you میگه نیدمت welcome to my house sweet home what a lovely young him ya Allah you didn't have to sell it that hard ya Allah hacı this is dicey Slimy didn't mean to cause a داداش گم شو برو داداش گم شو بیرون هرچی که دلغه یا داره خونه رو نشونه یا خب اوکی دوتا هم دستشویی داره و فلان بهمان نه زیر شیرگون نیست قیافه رو خیلی Look Harp, this room has a nice خب ویو اینجا خیلی خوبه Yeah, I think that's nice Mister بچه باز نباش بدبخت بشیم بریم با این نگاهی که اینجا یا علی خاک تو سم یه دوش گرفتیم و بنازم الان چیکار کنیم آها اوکی بنازم بریم بیرون نه خب بریم پایین الان یا الله من اومدم سلام اینو نگاه اوکی بریم یه دونه من بردارم وایسا یه دونه من بردارم دیگه بنازم چجوری برداریم داداش یه دونم بگیریم تمامه کرب خود کرب دقیقا کرب اگه اشتباه نکنم یا علی بله یه دونم دیگه بگیریم آها نم از این
فکر میکنم میکربه اگه اشتباه نکنم یا علی. نه نازم بر. خب لا لای لا لای 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 لا لای لا لای لای. اینم از این. لازم روشن کن ببینیم. به به. Welcome back Yeah. to Cooking with Jeffrey. اول I'm Jeffrey, and today we will be cooking asparagus chocolate cake with a spoonful of mayonnaise. This delicacy hadi بریم ظرفا رو بشینیم. خدا وکیلی خدا وکیلی خدا وکیلی. ظرفا اونجا بود آره. بله ظرف من رو نگاه. ای پاشو 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 داداش. ظرف من رو نگاه. لا لا لای لا لای 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 لا لا لای لا لای لای. add to plates. اینم بیار. اوکی داداش دیدوش. add to both of چی؟ آها بناز. لا لا لای لای لا لا لای لای. ظرف میشوریم. لای لا لای. برادر ظرف میشورم برادر. باش چیکار کنیم الان؟ اینم ببند بریم بالا الان. یعنی الان بریم بالا. او Mike had sent Mike. I think someone under my bed right now. Can you come? یا ابوالفضل کجا رفت؟ میگه فکر کنم یکی پشت زیر تختم. آقا نترسید. walk slow. آروم بیا. یا ابوالفضل نترسید آقا. بسم الله. ای مادر و سکسیز. Why did What the hell Mike? I told got you. That was fun. چی میگی مرد که تیر یکی منو زدی سکته دادی. It's not cool برادر. Come on it was just you wanna go for the next round. How about a game of hide. میگه قایم شکتی. فاین آقا فاین بابا سیتر. نگاه یا ابوالفضل چه خبره؟ یا ابوالفضل بی شرف نگاه اومد دوباره. خدایا. Well here there. آهان ریک چرا برگشتی؟ I'm fixing the یا got a problem with that. یه به خودم گفتم که مثلا با خودم گفتم که بهتر میشه اوضاع و فلان و بهمان. بعد انگار یا ابوالفضل بخشید یا علی زنگو دارن میزنن. زنگو دارن یا ابوالفضل چیه؟ در رو باز کنم الان من. Hello? Do you have any ID? خب hello. Look friend I know it. گم شو بابا. وا نمیکنم من وا نمیکنم. یا ابوالفضل Are you fucking kind? من وا نمیکنم. Get out بابا سیکتر کن بابا.
شرف نرفت وایساده حاجی نکنه این کمکمون میتونست بکنه. But let me tell you something. ولی بذار یه چیز بهت بگم. For living. اوه بله میگه کارما تو رو میگیره بیت. کارما از بیت مای فرند. حاجی شاید راست میگه. من رفتم آقا من من اینجا بمون نیستم اصلا. بمون نیست بریم بخوابیم حاجی. بدبخت بیچاره میگه. یعنی فکرشو بکن. یا سی یا اپل شنیدید دیگه یا اپل. بس چه خبره برف زدن چه خبره. یا زینب اصلا معلوم نشد چیه یارو بود. وای حاجی اینجا رو باز بذار. من وایسا بخوابیم. Rick, I'm sorry to bother you again, but can you come back over? یا اول پس please. چرا باید برگرده بابا نگو چرا گفتی برگرده. یا الله کسی نیست تو خونه. کسی نیست. یا اول پس اوه مایک نه اوپن نکن open the door miss it's me. اصلا حاجی خب آقا من در رو وا میکنم چون انگار گزینه دیگه ای وجود نداره و این که خدا رحم کنه دیگه. و open the door یا اول اصل what the hell's going on. اینو نگاه. Oh thanks God. Rick I'm so you see anyone outside? Seen something. I'm okay. Could be anyone or no one at all. Yeah, I come as quietly as خب میگه کسی رو بیرون نه. ما میگیم کسی رو بیرون نه میگه نه. I wouldn't worry about him anymore. میگه نگران چیزی نباش. چیکار کنم الان؟ یا اول پس by the way where's your friend. یا اول پس the guy who was with میگه اون یارو کو. and pick up. سری برمیگرد. So you're all alone here right now. ها میگه تو پس تو اینجا تنهایی. بسم الله الرحمن. یه بات. آره چیکار میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ یا اول پس کجا داری میری؟ نگرسن چیکار داری میکنی؟ Storms like this bring. آجی این چرت و پرت داره میگه. Not all of چرت و پرت داره میگه. فرار باید بکنیم.
come back over. What do you mean? I live. این یکی دیگه است. این یکی دیگه است. این اصلا این یکی دیگه است. Yes. Is that so? Yeah, thanks for coming. We're fine now. Got it. You sure about that? Yeah, it's us. خب این یکی دیگه است آقا. این اصلا یکی دیگه است. To live right. I should stick around. Make sure everything. خب فکر کردم You need leave right now. You. خب Salavat. What did you just say? Siktir deyirəm. This is my fucking house. I will leave when. میگه این اونه لعنتی من همه هر وقت دوست داشته باشم میرم. Get out of. نه بذار یه فوشم نداره که بدیم. بابا سیکتر بیرون بود. سیکتر. It will be one. وای داره گفت میکنه. داداش دقت کن که اول بس به işimiz sık karımın dermedim. Are you alright? Hayır kal. بریم من رفتم آجی تمام شد به صاحب اصلی زنگ زد 911 یا شرف آها yok baba. Hop. Ben ağzım. I told them everything that happened after. همه چی که هر چی که اتفاق افتاد و به مایک گفتم قبل از اینکه مثلا بیاد. اینم بود از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه و عشق سیگارت و اینکه
بازی خفنی بود. وودبری همتون گرم که تا آخرین ویدیو رو دیدید. خوشحال میشم لایک و سابسکرایب بکنید و نظراتتون رو تا آخر کامنت ها بهم بگید. عشق منید. تا یه ویدیو دیگه فعلا خدا حافظ.